سلام خدمت دوستان عزیزم و نوکیشان مسیحیت که دنبال سوالات مسیحیت میگردن و نمیدونن از کجا باید دریافتش کنن. من با این آموزش به شما سایتی رو معرفی میکنم که شما بتونید از داخل این سایت 189 عدد سوالات مسیحیت برگرفته از کتاب انجیل رو دانلود کنید. فرقی نمیکنه با کامپیوتر باشه یا تبلت یا موبایل، هر چیزی که مرورگر داشته باشه شما میتونید به وسیله اون واردش بشید. من آموزشم رو شروع میکنم. دوستان عزیز وارد گوگل بشن. در داخل سرچ گوگل تایپ کنید به زبان فارسی صدابان. سایت صدابان باز میشه. در داخل سایت صدابان 4 تا یا 5 تا گزینه داره، هر کدوم از اینا رو بزنید فرقی نمیکنه، ولی من همین اولی رو بهتون پیشنهاد میکنم. داخلش بزنید، کلیک کنید. سمت راستتون یه مقدار گزینه باز شده، شما میتونید روی کتاب صوتی کلیک کنید. کتاب صوتی که باز شد اینا سوالات مسیحیت هستن به نام صوت دلنشین. این پلان 189 و 187. اگر روش کلید بکنید، روی خود پلی کلید بکنید، صدا رو همینجا براتون پخش میکنه. و اگر بخواید دریافتش بکنید، شما میایید قسمت کیس مسیحیت نوشته به اشتراک بگذارید، روش کلید میکنید. اینجا برای دریافت شما آماده است. الان میتونید این سوالات رو دریافت کنید تک تک. اینجا ناشر کتاب زده و اینم یک پسندیدم میتونید براش بزنید که مورد قبولتون واقع شده یا نه و رضایت خودتون رو اعلام کنید. امیدوارم که این ویدیو آموزشی مورد قبول شما واقع شده باشه. تا آموزش دیگر، خداوند مسیح با شما. بدرود.